نظری بزنس سنتر و مبارک سنتر. دوستان عزیز چقدر جالب، او روز از اون طرف ایسو آمدیم، روز از این سوسو میریم. این محترم دوستان عزیز بسیار خوب موتر است، جیپ گلیاد رنگلر است فکر کنم. بله این جیپ رنگلر دیگه با آفرود بسیار خوب چیز هستن. بریم طرف پایین دوستان عزیز. چوک دهبوری، این منطقه رو دوستان عزیز دهبوری مربوط دهبوری میگن، میشه لوحه من نگوین که باز کارمند یوتیوب چینل افغان سریز بر ما کابل صحیح نشان نداد و ما ایجا را ندیدم. کابل ما ایتو برتان نشان میتونم دوستان عزیز، فکر کنین در خود کابل هسته. سلام دوستان عزیز، انشالله که خوب و صحتمند باشین و روزگارتون به خوبی و خوشی سپری شود. یک چیز میگم شاید باورتون نشه، همین دقیقه میخواستم فیلم بگیرم، کامرا را کشیدم، هم پیاده رو مردم پر بود، جوش میزد. دم یک ثانیه که چند متر پیش آمدم هیچ کس نیست، ببینید خالی شد. خوب دوستان نهایت گرامی، در جاده کوتی سنگی شهر کابل هستیم. از طرف بالا براتون نشان دارم، از طرف که سیلو میایم. این دفعه میخوایم بریم طرف گلای دواخانه، از پایین نشانتان بتون من کوتی سنگی را دیگه میریم دوستان عزیز، میبینیم کوتی سنگی را بازم تو دور میزنیم، ببینیم که چی هست و چی نیست. مشکل بیادر ما از ما که زیاد عجله داره و کیسی میره بسیار. یک شمال از دوستان عزیز، هوا ابری، باران هم که بارید و کابل از زیبا و زیباتر ساخت. یا رو ببینید دوستان عزیز، یا همراه گچ ساخته شده میودانی گک هاست، اما تا چی میگن دیزاین دار، دیزاینکی. این محترم دوستان عزیز بسیار خوب موتر است، جیپ گلیاد رنگلر است فکر کنم. بله این جیپ رنگلر دیگه با آفرود بسیار خوب چیز هستن. از این موترها در افغانستان و قدر زیاد نیست، کم هستن و من خاطر باز یکذارم جلب توجه میکنن. نظری بزنس سنتر و مبارک سنتر. دوستان عزیز چقدر جالب، او روز از اون طرف ایسو آمدیم، روز از این سوسو میریم. مرکز تجارتی مبارک سنتر، خوش آمدید. مبارک سنتر دوستان عزیز کوتی سنگی بسیار نام داره، دکانایش هم قیمت است و همون تو فروشات هم داره و البته همون تو جنس و مال هم داره که نظیرش شاید در کابل نیست. باشه را بند کرده بکنید را باز شود و چی حال است پیاده رو مارا تیرزی پیاده رو دوستان عزیز. ما و شما نمی سرک میریم به اندازه بیربار از دوستان عزیز پیاده رو که جای پایی نیست، حتی دیگه ایش در جایش. ما پل کوتی سنگی دوستان عزیز، پل دور میزنیم، البته از طرف پایین بالا نه که ویدیو را از امیال رها نکنین که چیزای جالب است، مقبول است. که باز نگوین که چرا بر ما نشان ندادی، در کامنت بنویسین که بر ما ایجا نشان بدید، در حال که ما او را نشر کردیم و شما بیخبر هستین و ندیدین. سر کار دیگه کندن، کار جریان داره و جور کرده میرن دوستان عزیز. بریم دوباره پیاده رو، شاید یک ذره فرصت شده باشه چون راه ما می طرف است، از اینجا ما میبینیم راه پیاده رو بند است. باشین دوستان عزیز که یک راه پیدا کنیم پیاده رو میریم باز به حلبی سازی سرک حلبی سازی.
اینا کارا باشم. اینا دکتر کارا باشم. بازار ما قبیل بار است دوستان عزیز، قبیل بار است که با کدام اندازه هوا ابر است دیگه، سرد است، هفته و نیست. مردم که کارم داره برآمده، مردم که کارم نداره برآمده. اینجا هم ده حاجی کفتان زدران از دوستان عزیز، مثل مبارک سنتر. این هم بسیار یک مرکز تجارتی بزرگ زیبا و همه تا با مال خوبش است. این طرف دیگه چون راه نیست دوستان عزیز، راه از اینجاست، باید از اینجا براییم. بریم طرف پایین دوستان عزیز. چوک دهبوری، این منطقه رو دوستان عزیز دهبوری مربوط دهبوری میگن، میشه لوحه هم دهبوری زرگی است که اینجا چوک دهبوری است. اما به نام کوته سنگی مشهور شده، شهرت یافت. یک داستان بسیار جالب هم داره دوستان عزیز کوته سنگی، بسیار کچور اجاره کوته سنگی میگن. تو دیگه یک ویدیو جداگانه کار داره که باز براتون بگویم. اما اگر کسی میفهمه در کامنت ها بر ما نوشته کنه، چرا که زیاد دوستا خواهان فهمیدن از این هستن که چرا اجاره کوته سنگی میگن. این طرف دوستان از ما که میبینیم بسیار بیربار است، هیچ راه رفتن نیست. بهتر از است که سر زیر پل خود اوسو بندازیم. این پل ها دیگه دوستان، این پل البته از بزرگترین نه، یکی از بزرگترین پل های افغانستان است و در کابل شاید بزرگترین باشه. چی آب چی هوایه، گفتی از همون نفره که تیک تاک دوستان عزیز میگه چی آب چی هوا. دیگه شما بگوین در کامنت ها. می سرکش براتون نشان نداره بودم دوستان عزیز. نگوین که باز کارمند یوتیوب چینل افغان سریز بر ما کابل صحیح نشان نداد و ما ایجا رو ندیدم. کابل هم تو براتون نشان میدم دوستان عزیز، فکر کنین در خود کابل هسته. این طرف یک ذره فرصت‌تر از دوستا. میوه خشک انجیر ببینین، انجیر دوستان از انجیر خشک. نام خدا نام خدا. میوه خشک فقط ببینین دوستا. کلام دیگه این طرف دوستان عزیز بلند است، بسیار دیوارش بلند است. این دوستان از این طرف هم شیرزای موبایل سنتر، شیرزوی ببخشید شیرزوی موبایل سنتر دوستان. خب دوستان این طرف دیگه فرصتی میشه. این که بریم دوباره در پیاده روش دوستان عزیز بالا بریم اما تو پیاده رو هم ببینین. این وی آی پی موبایل اینجا دوستان عزیز از اینی چیزکا میتنین، از این یکا یا عطر از بوی میتنن تو کاغذکا رو میزنن و به خاطر هم بازاریابی دکانشون این چیزا بسیار فایده داره. من بازم این چیزایش خوش میاد، قسم اساسیت دارم که این چیزا. خب به هر صورت دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتان آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی همتون به الله متعال میسپارم. روز و روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتان.